و ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمان و کشور و مردم دوباره تدوین و تصویب گردد. فصل اول. در این مقدمه دوستا ملاحظات و پیشنهاداتی ندارن؟ یک تناقض وجود دارد. بله. مرامنامه حرکت که تجدید شد بعد از لوی جرگه دوم بود ظاهراً، نه بعد از انتخاب رئیس جمهور. ما اگر باید دقت کنیم 3 مرامنامه داشتیم. یکی مرامنامه ما در دوران جهاد بود، یکی هم که ما نشستیم دیگه نوشتیم قبل از اینکه این را ببریم فردا به وزارت چیزم خراب نشه، بردیم ما بود به وزارت عدلیه تصویب چیز کردیم. بله. ثبت کردیم. ما اینجا الان این سیومیشه نه که دومیشه، عبارت ناقصه. اور دیگه عبارت باید اصلاح شود، دیگه مشکل دیگه حرف نیست. بله. تشکر. عبارت اصلاح شود. عبارت اصلاح میشه انشاءالله. درست است. فصل اول. الف. اهداف کلی. ماده اول. تقویت نظام جمهوری اسلامی مطابق با احکام قانون و تطبیق آن در تمام شئون زندگی مردم. ماده دوم. تلاش برای ایجاد صلح و امنیت و وحدت ملی و تمامیت ارضی. ماده سوم. تشکیل اردوی ملی و پلیس ملی غیر وابسته در راستای منافع ملی و حفظ مرزهای کشور و تأمین امنیت عمومی. ماده چهارم. ارائه و ترویج فرهنگ اصیل بدور از خرافات و اوهام و مفاسد اخلاقی. ماده پنجم. استفاده از دستاوردهای سودمند بشری برای رشد و انکشاف ملی و رفاه اجتماعی. ماده ششم. تحکیم حاکمیت ملی در بافت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. ماده هفتم. تحکیم استقلال کشور و نفی وابستگی در عرصه‌های مختلف. ماده هشتم. تأمین عدالت اجتماعی و کرامت انسانی. که باید عدالت نوشته شده عدالت. ماده نهم. احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر. همین رشد فرهنگ اصلی همین ششم بود. ماده ششم و پنجم بود. ماده پنجم. استفاده از دستاوردهای سودمند بشری برای رشد و انکشاف ملی و رفاه اجتماعی. تحکیم حاکمیت ملی در بافت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. ماده چهارم. ارائه و ترویج فرهنگ اصیل بدور از خرافات و اوهام و مفاسد اخلاقی. درسته که خرافات چی نماله. ببینید ما این فصل اول را میخوانیم، دوستان توجه کنید. فصل اول را میخوانیم. این همو کلمه در اون مرامنامه سابق هم بود، فرهنگ اصیل. ما این فصل اول میخوانیم، دوستا یادداشت بکنن، بعد یکی به یکی یادداشت‌های خود و تذکرات خود را بدن. ماده نهم. احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده دهم. احترام به فیصله‌های سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی. ماده 11. حفاظت و پاسداری از ارزش‌های دموکراسی مطابق به قانون اساسی. ماده 12. تحصیل آزادی‌های فردی در مسائل اعتقادی و سیاسی و مذهبی برای آحاد ملت با ملاحظه حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران مطابق به احکام قانون اساسی و قوانین نافذه کشور. ماده 13. مخالفت علیه جنگ، قانون شکنی، آنارشیسم و تبعیضات و تطبیق قانون در همه عرصه‌های زندگی. ماده 14. تلاش برای رفاه همگانی مخصوصاً زحمتکشان و کارگران و فقرا و ایتام. ماده 15. حمایت از تساوی حقوق زن و مرد مطابق به احکام قانون اساسی. فصل اول منتظر دیدگاه‌ها و نظرات دوستان. ببینید همو حقوق بشر همو حقوق بشر در موارد زیاد خود با قوانین اسلامی مخالفت دارد. مسلماً. و این در یک کنفرانسی که آقای کرزی بود، شورای امنیت ملی افغانستان بود، اعضای ارشد کمیسیون تدوین قانون اساسی هم بود. من را گفتم، آقای کرزی می گفت نه چه مخالفت داره. بالاخره من او را گفتم، صحبت کردم، تمام قبول کردن. گفت رای بدر رفتش چیه؟ بعد من او را گفتم رای بدر رفتش، همه قبول کردن، قانون اساسی را تعدیل کردن.
اینجا نمیشه که ما الان بیاییم. من الان یک کتاب نوشتم درباره حقوق بشر. در حقوق بشر اصلا بشر تعریف نشده و حقوقش ذکر شده. خب ما در اصل تعریفش گفتگو داریم، اسلام گفتگو داره، جهان دینی ما مختلفه. من گمان میکنم فعلا برای کلیات مرامنامه اما تو که درباره دموکراسی قید آورده بودیم، امی قید دموکراسی را ببرین برای حقوق بشر که ما از حقوق بشر بر اساس قانون اساسی خود مایل میکنیم. در قانون اساسی چاری حقوق بشر و دموکراسی شده و ایرم بر او اساس ببرین. ما مطابق قانون اساسی خود کدام حرجی هم نداره، از مشکل شرعی و لایکی بیغم میشیم. بله، تذکر از بیانات حکیمانه حضرت آیت محسنی به نظر میرسه که این ماده اگر همین رقم واقعا ما مشکل خلق میکرد. چرا؟ چون میان حقوق بشر تعریف شده غربی و حقوق بشر اسلامی بسیار فاصله وجود داره و ما نمیتونیم به تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون مسلمان هستیم، دین داریم، باور داریم، به ارزش‌های دینی احترام بگذاریم. احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابق با قانون اساسی. همه خانواده شهدا در اون نه در ایتام و فقیرا آمده و خانواده شهدا در یه تلقی نشه. ما بگیم یک ماده و اضافه شد در رابطه با خانواده شهدا حضرت سانی چهار ببخشید اجازه است؟ بله. در این ماده آخری ماده 15 حمایت از تساوی حقوق زن و مرد با معیارهای فقهی ما خب چگونه تطابق میکنه؟ قانون اساسی ما ممکن از این ناحیه هم از لحاظ فقه جعفری ممکنه ایراداتی وجود داشته باشه درش. به هر حال در ماده به هر حال همین تساوی حقوق زن و مرد اونجا چیزی فیصله شده است. عرض کنم که وقتی که در ماده سوم آمده، اونم ماده سوم آمده که هیچ چیز مخالف اسلام از شده نمیتونه، این گپ خلاص همین بند قانون یک مورد است که کل مشکلات ما را حل میکنه. بله، فقط یک نکته که جناب آقای حسینی پیشنهاد کردن ماده 14 تلاش برای رفاه همگانی مخصوصا زحمتکشان و کارگران و فقرا و ایتام، ایشان فرمودن که خانواده های شهدا و ما اضافه میکنم معلولین اینا هم باید اضافه شعارهای زحمتکشان و کارگران به نظر من میره تبدیل کنید شهدا و معلولین به جای از یک شعارهای دیگه پیدا کنید. خب چی بگیم؟ همه زحمتکشان و کارگران و علمی ردیف پس کنید. اجازه است بفرمایید. یک مسئله رو ما یادآوری بکنیم. احترام به فیصله های سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد درست است اعضای کشورهای اسلامی اون بسیار ضعیف است و کشورهای کفری قوی و چرخاننده کل موضوعات آمریکا است. ما اون که به نفع اسلام مثلا عمل نکنه ما چطور برای او احترام بکنیم؟ مطابق قانون که آمده اون مورد خلاص کرده. مطابق قانون اساسی ما با قانون اساسی خود ما سنیم. البته اینجا قانون اساسی نیامده، این اگه بخوایم یک چیز عبارت سرراسته باشه مطابق قانون مطابق قانون اساسی. بله، مطابق با قانون اساسی کشور. یک مسئله احترام اومده عمل خود نیامده که عمل نبودن در چیه همون زحمت کشان اما درست هم مستضعفین یا چیزی هم در خانواده‌های شهدا و معلولین تلاش برای رفاه همگانی مخصوصاً خانواده های شهدا، معلولین، ایتام و فقرا و ایتام. خلاص میشه. جناب سلام دمی جمع ماده 14 خب باید باشه و پیدا کردن کار برای کارگران خیلی مهمه اینجا. ایجاد کار یکی از وظایف دولت ایجاد کار برای او ایجاد کار وجود داره. وزارت باید باشه مثلا. نه ایجاد کار کلمه چه باید یک چیز مناسبتر زحمت کشان و کارگران بخید دمی چند سال شعار خود نه هر چیزی که دیگران گفت که خب ممکنه بد نباشه به هر حال اشکالی نداره یک کلمه خوبه آدمای بد هم همون کلمه را تکرار مثل خلق مسلمان
بنابراین فصل اول در صورتی که تایید است و مورد تایید قرار میگیره، برادران دست خود بلند کنن. تشکر. فصل دوم، توجه کنند برادران، مرامنامه بسیار واقعا مهم است. مرامنامه مهم است، مهمتر از اساسنامه، چون اساسنامه به روش کار میپردازه، مرامنامه به هدف کار، هدف و نیت ما چی است، انگیزه ما چی است برای کار کردن. ولذا توجه کنند که نکات به هر حال غیر ارزشی نیاید در اینجا. فصل دوم، سیاست خارجی. ماده 16 روابط حسنه با همه کشورهای جهان، بالاخص همسایگان و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. ماده 17 مبارزه با تروریسم بین المللی، مخصوصا کسانی که به نام دین مبین اسلام به اعمال تروریستی و آدمکشی و تخریب اماکن و ایجاد رعب و وحشت و فساد در زمین دست میزنند. ماده 18 پذیرش و استفاده از پیشرفت‌های مثبت علمی و تکنیکی و فرهنگی و سیاسی جهان. ماده 19 تنظیم سیاست خارجی بر اساس منافع ملی و احترام متقابل و حفظ توازن سیاسی مطابق با مصالح علیای کشور. ماده 20 همکاری با جامعه بین‌المللی در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی. ماده 21 همکاری با هلال احمر بین المللی برای کمک به آسیب دیدگان در داخل و خارج کشور. شما دیگه نکات خود بگید تا من یک نه. ماده 22 احترام به ادیان و معتقدات و عنعنات و مراسم سایر ملت‌های جهان. ماده 23 تلاش پیگیر در جهانی سازی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با ملاحظه حفظ ارزش‌های دینی و معتقدات مذهبی و آداب و رسوم همه کشورها و ملت‌ها. ماده 24 محاکمه و مجازات اتباع خارجی که مرتکب جرایم در افغانستان میشوند در داخل کشور. میگه یک چیز است که دین مبین اسلام و دین مقدس اسلام نوشته شده. بفرمایید آقای مختاری. خدمت شما عرض کنم در ماده اول روابط حسنه با همه کشورهای جهان. این ممکنه شامل جناب اسرائیل هم بشود. آیا ما راضی باشیم که کشوری ما به هر حال با اسرائیل رابطه داشته باشه؟ در این جهت این یک مطلب. و همینطور در ارتباط با همکاری با جامعه بین الملل در چارچوب مقررات سازمان ملل، البته این بحثش در گذشته صورت گرفت. مسئله جهانی سازی هم تعریف البته مفصل لازم داره. ممکنه خب برای خیلی این مسئله گنگ باشه که آیا ما طرفدار جهانی شدن هستیم یا جهانی سازی، آیا در راستای جهانی سازی ما هم همگام و همدوش دیگران تلاش بکنیم. آیا این مسئله برای دوستا برای همه مشخص شده، باز شده؟ مسئله یک مقدار ممکنه نیاز به توضیح داشته باشه. در این دو جهت به هر حال حرف است. یعنی ما خب مخالف اسرائیلیم به دلیلی که اسرائیل رو غاصب می‌دانستیم. در گذشته حرکت اسلامی همیشه این شعار خودش داده و در جای مختلف هم اعلام شده این مسئله. ولی حالا اگر کشور ما مصلحت دید با جناب اسرائیل رابطه برقرار نه، یک دفعه است که تصریح میکنین، یک دفعه است که تصریح میکنین، یک دفعه است که تصریح نمیشم تو گنگ مانده نشه. اون میشه که با مو برداشتن همه کشورها همه را بردارن، مثلا با کشورهای جهان، با کشورهای صلح و دوست جهان. بعضی نه بعضی هم اگر خب اوضاع سیاسی نازک خیلی مگر اینکه با معیارهای دینی و مذهبی مغایرت داشته باشه، یک همچین مگری مسائل دینی مذهبی با زیاد میآید. در هر جای بیاییم دینی و مذهبی چی میشه؟ او مواردش میآید. هر کی صحبت میکنه خواهشاً حاجی صاحب نوری دوستای دیگه هر کی صحبت میکنه اجازه بگیره و بعد صحبت کنه. یک عمل از جهانی سازی در این راستا هنوز بحث زیاد در بین یعنی این سه نکته هست که نکته سومش را حضرت آیت الله محسنی خواهشاً توضیح بفرمایند. این جهانی شدن محل سوالات بسیار
زیاد هست و ایشان در صبح هم یک حدیث اشاره داشت. خیلی زیاده در مسئله جهانی سازی. عرض شود خدمت شما که یک ماده یک که قضیه اسرائیل بود. من نمید اسرائیل تصریح نکنه، یک استثناء کلی هم باید باشه. او را دیگه باید پیدا کنه. امون اشکال آقای مختاری اشکال قوی و وارده. یک کمی ماده 22 احترام به ادیان و معتقدات و عنعنات و مراسم سایر ملت‌های جهان. خب بزرگترین ملت چین و هند 1 میلیارد الان تقریبا بیشتر چیزه چینه بیشتر شده 1 میلیارد یا 900 میلیون هندو پرستایه. چه کسی با احترام میکنیم بود پرستی را؟ یعنی اینا مرامنامه من می خاطر آمده بودم چون آقای جاوید برای ما آوردی را که من ببینم. من نشد که مطالعه کنم. من نمیتوانم که بیایم به این اندازه روشن فکر شم که بود پرستی را احترام کنیم. این نمیشه، اینه دیگه اطلاقات شامل میشه. فردا روی نه کلمه به کلمه حساب میشه و هیچ کس راضی نیه که نه نویسنده شم راضی نیه و ادیان آسمانی باشه. خب اونا را اسلام به رسمیت شناخته باشه رایتی که در حال زمینه. اما عنعنات و مراسم سایر ملت‌های جهان بود پرستی کمونیسم الان در چین هست، در کوبا هست و اینا رو من چه قسم احترام میکنم؟ برای آینده اینا هم هر پیدا میشه. فردا شبیه امون مجاهدین خلق این نسل مسلمان میره دیگران میاین این برمی اساس حرکت زیر رو میشه. تفسیرش حذف شوید باید ایره حذف کنید. لازم احترام به ادیان آسمانی همین ماده چیزه. نه لازم نیست که آسمانی زمینیش رشته کنیم. و اما در کجا بود که چیز؟ هم بعدش ماده بعدش جهانی سازی. در ببین ما یک مسئله داریم درباره جهانی سازی و جهانی شدن. جهانی شدن یک پروسه، جهانی سازی یک پروژه. یعنی به عبارت فارسی بهترش جهانی شدن یک پدیده، پروژه یعنی یک پدیده میایه. دنیا میخواه به سوی یک شهر کوچیک یا یک کشور کوچیک پیش بروه. این قابل جلوگیری نیه که کس بیای سرخ به سنگ بداره که من از جهانی شدن جلوگیری میکنم. اما در مسئله پروژهش که از پروسه بگذاریم، پروسه پدیده، پروژه برنامه‌ریزی خود مایه که ما ای جهانی شدن به کدوم سمت میبریم. با وجودی که خاتمیت در اسلام است و اسلام دین جهانیه للناس جمیعا رحمت للعالمین، ما چه قسم میتوانیم ای جهانی شدن ای پروسه را در مرحله پروژه‌ای به نفع جهان اسلام ما ایره درست کنیم. شمشیر دوسره اگر به تفاوت بمانیم مسلمانای جهان به تفاوت بمانه. من یک کتاب در این مورد نوشتم چاپ نشده. ما اگر بخواهیم که کار کنیم و در سطح بین المللی مسلمان ها فعال باشه میتوانیم به نفع اسلام از این جهانی شدن در امون جهانی سازی به نفع خود کار بگیریم. عبارت شاید بودم که چی بودم من نوشته بودم که ما سهم فعال میگیریم یعنی به نفع مرادی بود که به نفع اسلام از جهانی شدن استفاده میکنیم و انفعالی برخورد نمیکنیم. اگر این جهانی شدن بگذاریم که به طب خود بیایه ریشه تمام ادیان آسمانی را میخشکنه یا منحصر میکنه به مسیحیت. از غرب به شرق میایه، از شرق به غرب نمیره. یه الان از اون طرف میایه در بعد سیاسی، در بعد فرهنگی، در بعد نظامی، در بعد اقتصادی، در 4 بعد خود الان به طرف دنیا روانه و این جلوگیری نمیشه. ولی اگر ما در جهانی سازی یک تحولاتی به وجود بیاریم، ابتکاراتی داشته باشیم و کارایی بکنیم که الان تفسیرش دیگه اینجا این از مجمع عمومی به یک مجلس خطابه تبدیل میشه. اگر او کارا بشوه در جهانی سازی شاید ما بتوانیم برای ترویج اسلام از وضع فعلی خودم بهتر شه. اگر ساکت ماندیم ممکنه که دین به کلی
در این گرد و خاک از بین برو و ما باید وظیفه داریم که در جهانی سازی نه به زور به جنگ و به دعوا و به فوش به ارائه طرحهای مطلوب دنیا پسند در جهانی سازی نقش فعال داشته باشیم تا جهانی شدن علیه دین ما و کار نروه. هدف ای بوده. شما از عبارت رو بخونید. عبارت تلاش پیگیر در که ما میخواهیم در جهانی سازی شرکت کنیم و فعالیت کنیم این کفایت میکنه. با حفظ اقتصادی و فرهنگی خلاص با حفظ ملاحظه و او ماده 22 هم به کلی هست و این ماده دیگر هم این زیادات هم بزن. میشه با این عبارت باشه آجا که سهمگیری در جهانی سازی در راستای اهداف دینی و مذهبی. ببینی ما یک چیز میگیم که کسی دیگرم به واشک لازم نندازیم کار خودم. آجا آقا بنابراین نظر نهایی شما چی شد در این رابطه؟ اونم گفتم با ماده 22 به اجازه مجلس باید به کلی حذف شود که این اسلام قبول نمیکنه. بله. ماده امی 23 بود؟ ماده 23 تا جای بخوان تلاش پیگیر در جهانی سازی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بس با ملاحظه. بس این با ملاحظه از فتوای آقای جاوید بود. بله. او البته چی بود که با ملاحظه حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی مردم یا نه افغانستان چی بود که اینجا کشورها و ملت‌ها اساسی نیست. بله. اساسیت خیلی آقای تابش هم صحبت دارم. بفرمایید. من نظر اینه یک بحث جهانی شدن یک بحث جدیده هنوز در یک مقوله کاملا دانشگاهی و خصوصیه هیچ لزومی نداره که این در برنامه از ما که یک تشکل افغانی است که وارد شود به نظر آقای تابش درست بتاب تو میخوایی که ام روشن فکری برای تو بمانه بگذار که دنیا ثابت شو که پیرمردای حرکتم روشن فکرن. پیامدهایش متوجه ما میشه دیگه چکار بعد از او اگر بپذیریم باید نه ما فعالیت خود میکنیم ما انفعالی برخورد نمیکنیم ما مثل تو مثل تابش جوانای روشن فکر داریم به وسیله تابش ها میتابیم. آجای رئیس یک نکته اعتراض دیگه ای ما که یک نکته تعامل دیگه در این بند ماده 17 است مبارزه با تروریسم بین المللی و ادامه این ماده. ما چگونه میتوانیم با تروریسم یعنی در مبارزه علیه تروریسم بین المللی حرکت اسلامی چگونه میتونه سهمگیری داشته باشه؟ افشاگری، تطلیف، بنگشت، دیگه کفا دیگه کفای قدیم ممکن است روزی به قدرت دست پیدا بکنه و با قدرت دست پیدا بکنه همین اهداف خود را میره در صحنه قدرت. درست. بنابراین کسایی که با موادات فصل دوم مرامنامه با توجه به تغییراتی که آجاها آوردن و بیانات ایشان موافق هستند دست خود بلند کنند. درست. تصمیم شد فصل دوم باشه. فصل سوم چه خبر؟ برادران ساکت شوند. در رابطه با تصویب مرامنامه پیشنهاد میرسه که موادات زیاد است قطعا من این تو پیشنهاد دارم که امیر خدمت حضرت رهبر داده شود آجاها لطف کنه امیر مطالعه کنه شرعاً اصلاحی یا تعدیلی که به وجود میارن اونمون مورد قبول همه است صد از فردا باز یک کار شروع شود.
بیخی درسته بیخی درسته. دوستان مقرر هستند که رأس ساعت 9 صبح 9 صبح جلسه ما آغاز میشه. جلسه بسیار نثار روح طیبه شهدا، شهدای صدر اسلام و قسم شهدای مظلوم افغانستان و شهدای مظلوم و قهرمان حرکت اسلامی، یک صلوات جلیتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي
تشکر و سپاسگزاری از برادر محترم جناب آقای احسانی که با تلاوت زیبای از کلام الله مجید مجلس امروزی ما را زینت خاص بخشیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رهبر عالی‌قدر تشیع حضرت آیت الله محسنی و اعضای محترم مجمع عمومی حرکت اسلامی، نکات چند لازم بود که خدمت برادران یادآور شوند. نکته اول، از همه اعضای محفل، برادران، خواهران، مادران شهدا یک دنیا تشکر که مجلس ما را نورانی و مزین ساختند. ضمن تشکر یادآور شوم روز گذشته مرامنامه را خدمت مقام رهبری تقدیم شد که حتما مطالعه نموده و اصلاح و یا بعد نکات را اضافه یا کم کرده باشد که به نظرم دیگر لازم نیست که درباره او ریگیری در مواد او ریگیری نماییم، چون همه ما اعتقاد کامل به مقام رهبری و علم و دانششان داریم. مسئله دوم، خواهشمندم از همه سخنوران عزیز که موقع سخنرانی هم در اصل موضوعی که منظور است خارج از موضوع صحبت نکنه و بیشتری از اوقاتی که برایشان تعیین می شود که فکر میکنم اگر 10 دقیقه یا 8 دقیقه تعیین شود بهتر خواهد بود، دیگر اضافه روی و خارج از موضوع صحبت نکنم. مسئله دیگر که خیلی مهم است رعایت نظم جلسه و حفظ آرامش جلسه هست که سروران گرامی باید نظم را رعایت کند و مخصوصا در موقعی که اوراق رایدهی توزیع می شود هیچ کسی حق ندارد که از سالون که در دور هم جمع شده ایم بیرون شود، چون اگر در اون موقع رفت و آمد پیش می آید اخلال خواهد شد و بعضی از مسائل مضمونی پیدا می شود. مسئله دیگر، از همه برادران و بزرگین پدران تقاضامندیم که موبایل ها و تلفن های خودشان را تا آخر جلسه باید خاموش کنند که انشاءالله اگر در 1-2 ساعت به دوستانتان ارتباط نگرفتین به قول معروف آسمان به زمین نخواهد آمد. دیگر این عرضم بود. امیدوارم که همه برادران دیگر عرایضی را که خدمتشان تقدیم کردیم توجه نماید و مسئله مرامنامه اگر خود حضرت آیت الله محسنی اجازه میده که یک مرتبه دیگر خوانده شود که برادرها بشنوه دیگر بهتر خواهد بود. بازم اگر نظرشان اما خوانده دیگه
اما که خونده دیگه فقط نظر خود با آقا من امر خواستم که نظر خود آقا چیست که بخوانیم یا نخوانیم؟ نه من هیچ نظر ندارم، نظر اعضای مجموعه. چیزی که آقا سوال از رای گیری بشه. برادر آرامی یک پیشنهاد برای از که چی شود قضیه به اصطلاح قانونی شود، شما میتونین یک رایگیری بکنین که کسانی که به همین مرامنامه‌ای که حضرت رهبر اصلاح کرده و قبلا هم برادرها خوانده موافق است خود بلند کنه، یعنی تو رایگیری کنین وان که رئیس رایگیری کنه. من نظر میست یک 2 دقیقه دم اول محفل اجازه بدین که آقا یک چند دقیقه صحبت هم بکنه، همین مورد هم یادآوری بکنه، بعدش رای گیری کنیم. ما اجازه چی که تقاضا و خواهش میکنم که تقاضا میکنیم لاستیکر اما چی رقم میتونه که رایگیری بکنیم مینون و چیز دیگری که من خدمت برادران تذکر میدم، در بعضی موقعات دیگه آقای رحمانی چون مسائل رو البته با اجازه تشریح میکنم، برادران گمان نکنند که آقای رحمانی بدون اجازه حرف میزنه. آقای رحمانی البته با اجازه ما با مشوره ما حرف میزنه و دیگر چیزی نداشته باشه. ویزی صلاحیت شد دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که دستور فرمودید که صحبت کنم، من با فکر صحبت نبودم. 2 موضوع را میخوام عرض کنم. ما در حرکت اسلامی یک اصول مسلمی داشتیم، چی در مرامنامه و چی در اساسنامه و چی علم سینه به سینه، این مسلم بوده. 3 اصل باید مراعات بشه. یک اصل کلی اولی که ما داشتیم که حلال و حرام باید مراعات شود، یعنی نعوذ بالله کار به اینجا نرسد. هر کسی من نمیدونم که شما با کی رای میدین، با امو آقایی که رای میدین من اول با امو سفارش میکنم، بعد به شورای اجرایی که کارا به دستشه، بعد به شورای مرکزی که تقویه مقننه حرکت اسلامیه، بعدم به همین مجمع عمومی که کارا به دست شمایه. 3 اصل باید ما مراعات کنیم. اگر بعضی اوقات بگویم درسته حرامه یا واجبه ولی مصلحت نیه که ما زیادتی تقلید کنیم، اینمی دیگه از دین خارج شدن و حرکت بت میشه. دین معنیشه که ما یک دین در مقابل حرکت میاریم. بودن در حرکت اسلامی حرامه در هر حزبی که باشه. اگر حلال و حرامه به ترتیبات خودشان زیر و رو کنن، این دین میشه. از اسلام آدم میره دیگه، یک دین جداگانه میشه، حزب نیه دینه. افرایت من اتخذ الهه و هوا، میبینی یک عده که خدای خود معبود خود هوای خود اختیار میکنه که 100% ما باید حلال و حرام از روز اول مراعات کردیم و باید در حرکت اسلامی قداست شنبهانیه که باید حلال و حرام مراعات شود. این یک چی او آقایونی که در ریاست واقع میشه، رهبر میشه، رئیس شورای اجرایی مرکزی و سایر مسئولین، حلال و حرام باید مراعات شد. از روز اول بوده و انشاءالله این یک اصل دیگه مسئله استقلال مایه، عزت مردم، شرف مردم مایه. خیلی خون دادن، بعضی اوقات یک چیزایی در جماعت از مجاهدین حکایت میکردن، آدم غرق خجالت میشد. شما شاید باور نکنید من چندین دفعه از خجالت گریه کردم، چیزایی را میشنیدم که در باطن خود میدیدم که من خیلی تو خالیم، خجالت میکشیدم، گریه میکردم. نه که دلم برای اون شهید بسوزه، اون شهید رفته شهید شده، باید برای چه گریه کنه؟ افتخارم میکنیم که شهید شده، منتها آدم برای خود گریه میکنه که چرا ما تو عقب، چرا ما
پایین فکر میکنیم، اونا بالا فکر میکنن. چندین دفعه ما از خجالت گریه کردن. ما هم چک شهدایی داشتیم و اما اگر ما بیایم ظاهرش باشه که حزب درست کردیم، باطنش که 10 شوهر مثل فاحشه انتخاب کردیم که اینجا گردن خم کنیم اونجا گردن خم کنیم، موضوعگیری های خود به اینجا بفروشیم به اونجا بفروشیم، دیگه مرگ بهتره، به درد نمیخوره این تشکیلات. عزت و شرف ما و شما به همین بوده که مستقل بودیم، هرچی که اشتباه کردیم خوب کردیم بد کردیم ما به نظر خود کردیم، کسی نبود که به ما بگه این کار بکنه، این کار ما قبول نکرد، از هیچ کس قبول نکرد و آینده هم باید حرکت استقلال خود حفظ کنیم. بسیار برای روی خود ما، برای ما انسانیم، زندگی میکنیم، خر نیم که کسی ما را یا گوسفند باشیم یا که ما را بیای به گله یک گله را یک چوب بیار یک چوپک ما را ببرد، نه کوریم نه عصا میخواهیم و نه ما عقل ما از دیگرها کمتره و باید استقلال خود حفظ کنیم. حلال و حرام یکی، استقلال دو. سیوم اگر ما بخواهیم که آمدن ما در دفترها همین نشستنهای ما همین مصارف ما همش عبادت شود، همه عبادت شود و کلش مثل که آدم بخواه. ما بعضی اوقات فکر میکردم که اگر در دوران جهاد که اگر من آن به خانه کعبه می بودم و چرخ طواف میکردم، نه اونقدر ثواب به من نمیرسید که به می دفترهای حرکت بودم. اگر بخواهیم که عبادت شود، از عبادت من میتونه. من تا همی آخرا می دفعه تهران گفتم، به ایران که بودیم، گفتم در دوره طالبان، گفتم من الان به دفترهای حرکت میام، من الان اینا رو مثل مسجد مقدس میدانم، مثل که مسجد برو من دوری قد حال خدا قبول میکنه نمیکنه و دست خدایه. بود روسیایی ما اگر خراب نیتای ما خراب بوده باشه خدا قبول نکنه، او حکیم ارحم الراحمینه دیگه، روسیایی ما. اما به اثر قصد ما ظاهرا این بوده که ما که میرفتیم به دفترهای خارجی او را مسجد فرض میکردیم با قداست، با طهارت، با پاکیزه. اگر بخواهیم که همون حالت برای ما ادامه پیدا کنه، اصل سیوم خود باید مراعات کنیم و اصل سیوم این بود که ما باید غرض ما، قصد ما خدمت به خلق باشه. گاهی اعضایش هیئت رئیس، خصوصا هیئت رئیسه، خصوصا مثلا شورای اجرایی، قصدشان که به خودشان یک فایده برسه، فکر خود میکنه که اونایی که خیلی پایینن دیگه دوگمن. بعضی اوقات که کمی متوسطن، نه به قم حزب تشکیلات که حزب ما بالا برو، رقابت ها، حب و بغضا همه بر اساس حزب میشه و این به دیگه فکر نیه، فقط کل فکریه که حزب بالا برو، قدرت دیگره، اختیار دیگره، مرکزیت دیگره، من امتیازهای بیشتری داشته باشه، این کدام ثوابی نداره. این دیگه دکانداری میشه، دکانه ای مثل که مردم به دکان میره، شما میایین و دفترها میایین، یک دکانداری. اگر بخواهیم که عبادت چو رفت و آمد ما با خدای ارتباط ما محکم شود، فقط غرض ما خدمت به مردم بدبخت مومنین ما که در طول تاریخ افغانستان اینا مظلوم بودن، محروم بودن، مورد تحقیر واقع شدن، توهین مکرر در مکرر توهین شدن، یک نماز خود اینا نتوانستن که به دست آزاد بخوانند. من یاد میاد شاید 12 ساله بودم، چی بودم، با پدر خود رفتم کویته به همین امامباره کلان، اونجا امامباره از آرامه بود. اتفاقا رفتم زو یک بچه بود، پسر امی پدرم رفت، من برایش رفتم که یک دفعه به همین زور ساعتهای 12 بود صدای اذان بلند شد و برای اولین بار در عمر خود شنیدم که مؤذن گفت اشهد ان علی ولی الله. شما نمیدانید که چی مقدار این کلمه در گوش ما و در جان ما تاثیر کرد، بوم زد مرا. پس یک جایم پیدا میشه که بلند و بدون ترس اشهد ان علی ولی الله گفته میشه. کل مردم ما به همین فشار روحی و معنوی گرفتار بودن. الان الحمدلله اوضاع تغییر کرده و این مردم باید خدمت کنیم. این فکر نکنیم که حالا که مردم از ما پذیرایی نکرده و پول نمیدن و کمک نمیکنن ما دیوانه‌ایم که برای اینا کار کنیم. نه به خاطر مردم، به خاطر خدا امیر میخواه. انفع الناس للناس، یه حدیث از پیغمبر بزرگوار اسلام، احب الناس
یا احب الناس الی الله انفع الناس للناس. محبوب ترین مردم پیش خدا او کسیه که نفعش به مردم بیشتر باشه. هر کس که نفعش به مردم بیشتر رسید اونم محبوبتر پیش خدا. اینه میره که از کنید کل کار من بس چه بشه. خانه کعبه میشو طواف میکنه بالاتر از خانه طواف، بالاتر. اگر یک کاری این به قیامت ما زمین شما که زمین شما میشم بر اساس روایات معتبر ضمانت میکنم که اگر حضرت یک مومن برآورده کنه بهتر از یک که برو دور خانه کعبه طواف کنه. این مزامین ما که امام نیم که ضمانت کنم بر اساس روایات معتبری که از ائمه علیهم السلام رسیده که این ثوابش بیشتره. این سه اصل باید ما در عرفت انشاءالله امروز اول من میقصد بوده امروز که به اصطلاح دوران تکاملی حرکت اسلامی و دوران بازسازی شرایط تغییر کرده انشاءالله که این بیشتر این سه اصل مراعات شد. حلال و حرام، تدین، عرشه و استقلال و عزت شما درسته؟ یعنی تمام دنیا را به شما بده مای 1000-5000 دلار به شما بده و آدم وابسته باشه مثل امو اولاقیه که سرش پایین بین او خور هدف میخوره. او چی انسانیته که آدم تابع کسی دیگه شد. استقلال شما باید محفوظ بمانه. سیوم که قصد ما خدمت مردم باشه. این سه هست. این یک موضوع دیگر رو میخوام عرض کنم. یعنی من بنای صحبت نداشتم شما گفته و او اصل موضوع دوم ایه که اگر ولایت بشینه به این فکر شورای ولایتی که خوب مرکز است علا بلا به گردنی اونا باید درست کنه. ما چکاره ما باید گوش و فرمان باشیم که باشد مرکز چی دستور میاد چکار میشه و منتظر مرکز میگه و همه کارات او میکنه. در مرکزم شورای اجرایی فکر کنه که خب یک نفر اون رهبر شده نامی زوی نیمار که کس نمیگه میگه رهبری حزب فلانی باید اوی کارا رو بکنه. فقط وظیفه اقداری بدانن که 1 ساعت یا 2 ساعت بیاین و برگردن هفته یک روز. من یقین دارم من آنم قسم میخورم که وقتی ضایع نکنه کار کرده نمیتوانه. هیچ کس پیدا نمیشه که یک نفر بیای کل کارا رو بکنه. حزب اونمو آیه که خواندیم اساس مشروعیت حزب از امو آیه و تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاثم و العدوان. خرابکاری نکنین، فساد نکنین، به خارجی ها وابسته نباشین، علیه منافع مردم با قدرت ها با دولت ها سازش نکنین. ولا تعاونو علی الاثم و العدوان ولی تعاونو علی البر. ببین یکی ما مفهوم چیز داریم اعانه، یکی مفهوم تعاون داریم. هر دو از ماده عونه کمک ولی معنایش فرق میکنه. اعانه که نگفت که و اعینو علی البر و التقوا. اعینو یعنی اعانت کنه، کمک کنه. اعینو در قرآن نیه، تعاونویه. این دو تا به هم فرق میکنه. یک اشکال بر جمعی از زیادی از فقها موارده که این دو تا به هم خلق کردن الان و بس فقهیش جای خودش. ببین دو مفهوم داریم ما در قرآن. از مفهوم اعانه نمیگه، میگه کمک کنین، تعاون کنین بر تعاونو بر خوبی، بر به معنای خوبی و تقوا، بر اینا همکاری کنین. نگفته که اعانت کنین. اعانت در جای ما خودم تنها اول حرکت میکنم یک کاری میکنم بعد آقای عادی میبینه که این به تنهایی خود نمیتونه، این میایه به کمک ما کار ما میکنه، این میوخیزه میایه یک قدری به ما کمک میکنه. این مفهوم اعانه که یک نفر یک کار میکنه. من میخوام مثلا این فیلم برداری کنم، فیلم برداری میکنم، این میبینه که اون اشتباه شد، تاری برقش خطا خورده، میوخیزه کمک میکنه، هم تاری برق درست میکنه. این در قدم دویومه. اما در تعاون به معنای کمک کردن نیه، همکاری در عرض واحد. خود باید مسئول بدانیم. قساسنامه، مرامنامه تدوین شد، تشکیلات شد،
صلاحیت آمد، ولی باید در عرض واحد با هم کار کنیم. میتونیه که بگیم تو که نامی تو گرفته میشه، تو رابر شدی، تو رئیس شورای مرکزی، تو رئیس شورای اجرایی، برو بکن کارت بکن. مثل که بنی اسرائیل به موسی میگفت فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یا قرآن بنی اسرائیل که قرآن قاید میکنه و موسی گفت تو برو پروردگارت برو با این عمالقه جنگ کنی. اینا خیلی گردن کلفته. انا هاهنا قاعدون، ما همینجا میشینیم، تو برو خدایت برو جنگ کن. این نمیشه که رئیس تو کار که رئیس شورای مرکزی شدی و رئیس شورای اجرایی شدی و رهبر شدی کارها به گردن تو، فقط ما تماشا میکنیم. نه این اشتباهه. هم قصد قربت ما خراب میشه، ثوابم گیری ما نمیایه و همو حزبم و همو عمر ما در همی حزب گذشته اگر ناکام شد، عمر ما در عمر خود ناکام شده. در عمر تقریبا از سال 1358 تا الان 23-24 سال شد و از این بعد ناکام شد. 25 سال یه ربع قرن که حرکت کار میکنه و اگر یک ربع دیگه هم بگذار و همه تو پاشیده باشه خب کار نمیشه. و در آخر مثل من تقاوت میکنیم، بیش سفید میشن و ناکام، مثل که من تقاوت کردم شما هم تقاوت میکنیم. اینمی که قدرت داره باید هر کس خود مسئول بدانه. همین جه که آمده نشسته، همین مسائلی که میشه نوش جان شما بخوره ولی گردن شما بنده که میغذا هر 3 روز میخورن تو جای خوب شما را آورده شانده مثل یک هتل واره خب شیشته. این باید وقتی که رای میدین امروز دیگه بر خود عدل میکنین، رای شما با خدا باشه، هیچ چیز مراعات نکنه، هیچ چیز. وجدان شما دین شما رو به قرن عمر ما یعنی جبانی نام رفته. میخوایم 20 سال دیگه ما باز بیاییم بر اساس روابط یک رای بدیم و بریم دنباله کار خود، یا به اساس منطقه یا شناخت یا به سایر. فقط برای خدا و مسائل مردم مشکل مد نظر خود بگیریم که کی میتواند کار کنه، که قدرت کار داره. ما او دوست داریم یا نه دارم فرق نمیکنه، پاورانه یا پاپوتن فرق نمیکنه. هر کس که قدرت کار داره و تدبیرون داره، شایستگی داره، به همون رای بده. خصوصا درباره شورای اجرایی که همون به اصطلاح دست و گوش و چشم و زبان حرکت اسلامیه، خیلی مراعات کنین. اگر اعضای شورای اجرایی سست و بی‌حال بود خلاص کاری شما، خلاص دیگه فاتحه خود شما خنده تابوت خود حرکت خود شما میخکوبی کرده. اما اگر اونا فعال بودن، متدین بودن، کم توقع بودن و پرکار بودن، پرنشاد بودن، یقینا همه کار پیش میره. خیلی دقت کنن در وقتی که رای میدین. این اینجی سرات چیز پول سرات شما اینجا اعضای مجمع عمومی که امنانم بر خود حلال کنن. عمری که آمده این 3 روز چند داریم جمعی وقت رسایی میکنن. از این هم کردن یه انسانیت انسان در رفتم که خار، یعنی شاعر چقدر وقتم ارزش قائل میشه. رفتم که خار از خاکشم محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم و 100 سال راهم دور شد. اینطور نشد واقعا خیلی شیرین عرفانی دقیقه. یک لحظه غافل گشتم و 100 سال راهم دور شد. کل عینی حرکت خراب میکنن من یک لحظه غفلت. در مسلک طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق رندان چالاکی است و چستی. موجیم که آسودگی ما، تنبلی ما، عدم ماست. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. با نشاط، با حرکت، با امید با خدا. ما برای ما اگر دنیا هیچی نرسه، همین مقداری که قصد میکنیم امروز، قصد میکنیم که ما برای خدمت به مردم آمدیم، برای دین خود، برای دنیای مردم خود، برای دین مردم خود کار میکنیم. این خودش عبادت بندگیه، شرف و عزت ما شماه. انشاءالله در انتخابات خیلی دقت کنین. بر اساس شایسته سالاری اونی که قدرت اداره را داره، در خصوصا اعضای شورای اجرایی رو میخوام بگم که کل کار امون قیمه، امون جراس، امون جه. بعد ما رای بدیم که اونا فعال جدی باشه و کار کنه. عرایز بنده خلاص شد. خداوند بر همه شما توفیقات خاصه خود عطا بفرماید. من دیشب از کمک مرامنامه نمیشته بودم. اون الان در وزارت چیز، در وزارت عدلیه راجستر شده.
یک تب پیشتر داشته یم میشه من این فرصت نکردم که تطبیق کنم ایره با اون مرادنامه که من نوشته بودم که آیا کدام ماده مانده یا نه بهتر از این مواد آیا است یا نه. اما همین موادی که بود بعد جای تکراری بود من خط زدم همون ماده تکراری بود یکی دو جایی که دیرو در اونجا صحبت شد اونا رو میتونیم که حساب شرطی برابر نمیه خط دادم بعد جا از نظر سیاسی فنی ادبی یک چیزایی بود اصلاح کردم به نظر من همین مرامنامه‌ای که الان هست مخالف شرع انشاءالله نیه و دل شما میخواهید دل شما میخواهید اکتفا میکنید مربوط به خود شما و السلام علیکم و رحمت الله و که با صحبت‌های عالمانه و حکیمانه و هدایتگرانه‌شان همه ما و شما را مستفید ساختند. برادران توجه کنند همونطور که حضرت آیت الله دیگر توضیحات داد مرامنامه به نظر من که دیگر احتیاجی به خواندن نیست. اگر برادرها با ختم یک صلوات بسیار پرسور و غرا دشمن چکن امیر با دست بلند کردن اگر تصویب بکنه بهتر خواهد بود. دیگه بعد نوبت آمده به دیگه کاندیدا انشاءالله آقای رحمانی دیگه مسائل را خدمت شما یادآور میشه. آجندای جلسه امروز به نظر میرسه که حداقل پیش از ظهر به امر انتخابات پرداخته میشه و این در نظر گرفته شده. اول انتخاب فرد اول حزب یعنی در واقع رهبر حزب، دوم انتخاب معاونین و سوم انتخاب اعضای شورای اجرایی. بنابراین کسانی که میخواهند کاندید بکنند در این پست‌ها از همین حالا شروع بکنند، یعنی برای انتخاب فرد اول یا رهبر حزب کاندید بدن و بعد برای انتخاب معاونینشان و در ردیف سوم انتخاب اعضای شورای اجرایی هست. با همین تأکید و توضیح که اعضای شورای اجرایی بسیار مهم و انتخابشان بسیار مهم است در سرنوشت به هر حال تقدیر آینده حزب، یعنی در نوع فعالیت و کارکرد اونها و در شدت فعالیت و کارکردشان. بفرمایید. انتخاب اعضای اجرایی قرار بود که معاونین شوراها هم انتخاب بشن. این نکته دیروز تصویب کردیم. بله این هم اجازه بدیم ما کار میکنیم. از انتخاب فرد اول یا رهبر حزب شروع میکنیم. برادرایی که کاندید دارن میتونن که کاندید بدن و افراد را کاندید بکنن یا کسانی که خودشان علاقه دارن میفهمن که جامعه شرایط هستن اونا کاندید بکنن. بفرمایید آقای ملک نژاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه حضار محترم در رابطه با انتخابات و رهبری حرکت اسلامی پیشنهاد دارم که انتخابات هر کدام جداگانه و طوری نشود که 3-4 نفری که خود را در رهبری کاندید میکنه و شخصی اول که رأی میبره به حیث رهبر و دوم معاون اول و سوم معاون اول اینطوری نشود. هر کدام معاون اول و معاون دوم جداگانه کاندید شود و جداگانه برش رأی داده شود که همین قضیه اینطور یک قضیه واقعی و بسیار جداگانه و شفاف با خود بگیرد. و ضمن از ما به
رهبری هیچ آقای جاوید کاندید میکنیم. تشکر. البته از این بابت که توضیح دادیم. آقای کفاش. بفرمایید آقای کفاش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت مقام معظم رهبری، مسئولین بلند مرتبه حرکت اسلامی افغانستان، حضرات حجاج اسلام، حاجی آقای جاوید، حاجی آقای هدی و همه برادرای مجمع عمومی حرکت اسلامی افغانستان. امید داریم که انتخابات به صورت بسیار آرام و بدون کدام جنجال ادامه پیدا بکنه و ختم بشه و ما حاجی آقای جاوید برای رهبری کاندید میکنیم. تشکر. آقای جاوید تایید میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه بزرگ مجلس، نظر ما این است که کاندیدایی که مشخص میشن میکنم معمول باشه که خودشون خود کاندید کنن. این مردم برای اینکه رأی خود بیتن برای کسای کاندید کنن. اگر بنا باشه که ما استاد شویم هر کس کاندید کنیم و میشه شفاییم که کاندید نیست. کاندید امروز کسی کاندید ریاست میشه فرد اولیه. اون خدا باید معرفی کنه، پشت تشریف بیاره این کسایی که اومدن رأی میتن برای شاید از میشه بالاخره فرد اولیه کاملا میشه. اگر ما کسی که معرفی نکنه. دو ملاحظه ما در این رابطه داریم. یکی که ممکن است از لحاظ اخلاقی یک فرد واقعا در این مسئله بمانه که خودش خود را کاندید بکنه و این نوع به اصطلاح نفسانیت تراشی برای خود بدانه. یک موضوع و موضوع دومی است که ما می‌خوایم مجمع عمومی ما کاملا به اصطلاح متکی به حضور و رأی باشه، یعنی به اصطلاح دموکراتیک عمل کنه، خودشان بتونه کاندید بدن، خودشان کاندید بدن و این به نظر نه قبح اخلاقی داره و نه به اصطلاح حرمت شرعی. بفرمایید. البته این فرمایشات که شما کردین دقیق است. در مورد اینکه کاندیدا کی کاندید میکنه ممکن همون مسائل اخلاقی مد نظر باشه، ولی در مجامع دیگر اینطوری است که دوستایش کاندید میکنه فرد اول خود، بعد او اگر قبول کرد همین تقاضای دیگران را فرد کاندید معرفی میشه. بنابراین کاندید ما جناب آقای جاوید. نتیجه حرف ما با حرف شما چی است؟ تفاوت نمیکنه. من خواستم تایید. درست. کسی که در مقام رهبری خود کاندید بکنه یا اگر رأی نیاورد میتونه که به ریاست شورای اجرایی یا مرکزی خود کاندید کنه. برادرایی که میخواین در برابر آقای جاوید کاندید داشته باشند، اونا از این حق خود استفاده کنند، به هیچ ملاحظه را در کار نداشته باشند، فقط همون ملاحظه به اصطلاح نیت و قصد و غرضشان که خدای متعال است. در این رابطه اونا کاندید بدن و ما منتظر هستیم که اگر کاندید دیگه وجود داره دوستا مطرح کنند. کس جرأت نتونه من خود کاندید میکنم. تشکر. البته که تو من کسی رو ندیدم قبلا که از نمایندگی از ولایات و سمتا گپ بزنم، اون تا من خودم کاندید هستم. دوستای دیگه که مثلا میخواین خود کاندید کنن یا کاندید دیگه داشته باشن یا همین از کاندید دوم طرفداری کنن مشکل وجود نداره برای اعلامش. البته آقای جناب رئیس، پیشنهاد میسته که جناب آقای هادی خودشون اعلام آمادگی کردن،
حاج آقای جاوید به عنوان کاندید از سر بعض دوستان معرفی شدن. حاج آقای جاوید هم در زمینه ابراز نظر بکنن در صورتی که موافق هستن. اگر دیگه کاندید نیستن بر اساسی که در اینجا آمده اینا توضیحات مختصر را از کارکرد گذشته خود و پروگرام آینده خود توضیح بده که زودتر رئیس صورت بگیره کار زودتر انجام تشکر شما. بله ما فکر میکنم که باید خود آقای جاوید هم اظهار نظر بکنند. مایک چی بده نه آجای هادی که اعلام کرده دیگه صحبت بود. البته ما لازم نیست ما حرف برادرها را رد نمیکنم. باز صحبت‌های خود حرفایی که داشتم درست. بله. ما خودم اعلام کردم دیگه. ما کسی نگفته بودم بگوید دیگه. ما خودم اعلام کردم. حالا ما کسی نگفته بودم کتور. ماشاءالله اینقدر گپای ظریف یاد داریم. یک از این مجلس میخواست یک از این بغل یک از این بغل طبیعی است. یک بلا طلبی است البته. این جرأت به کس نمی‌بینید که برادرای بزرگوار هر کی حرفی داره اجازه بگیره صحبت بکنه و الا مشورت هایی که میان همدیگر میشه اینا باعث اخلال جلسه است. ما خواهش میکنیم که ما بتونیم یک جلسه آرام و منظم و کاملا دموکراتیک داشته باشیم. فعلا از آیان حجت الاسلام آقای جاوید و حجت الاسلام آقای هادی خواهشمندم که نظر به این که آقای جاوید بعضی کسا پیشنهاد کرده اول آقای جاوید کل صحبت خود در 7 دقیقه ختم کنه و بعدا دیگه آقای 7 دقیقه خب ولی با تقاضای خود شما خیلی 10 دقیقه با 10 دقیقه اضافه نشود که باز دیگه طول همون جمعی جایگاه بره جایگاه جناب آقای جاوید دعوت بکنید که پشت استیج تشریف بیارن و فقط اگه آقا مشکل داشت باز میتونه فقط 10 دقیقه صحبت کنن و ما ساعت وقتی ایشان آغاز بکنن ساعت میگیریم که برای نخواسته یک اصرافی در وقت نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه من از صحبت‌های خود شروع کنم اظهار تأسف و تعلم و ناراحتی خودم لازم می‌دونم که اعلام کنم و با شما برادرها شریک بسازم که دیروز پدر بزرگواری اینا رو به حساب وقت بابا میداختن و چطور کنیم که همه یک باید تیم شده من ندارم که همه نسیم و باید که لای محسنی و دوستان
فرمانگیران تمام برادرها به اخلاق ما شناستند ما حال تملق و چاپلوسی نیست. در ظرف نزدیکی 26 سال کوشش کردیم که مثل یک فرزند در کنارشان باشیم. کوشش کردم که ایشان نرنجم و اگر از ما رنجشی داشته باشند ناراحتی داشته باشند ما رو حلال این در خیلی مسائل ما دخالت داشت. خیلی جاهایشان با ما وظیفه میداد. جر و بحث ها کردیم، خلاف نظریشان نظر دادیم، اما به هیچ وجه نظر خود بر نظر ایشان مقدم، نظر خود بر نظر ایشان مقدم ندانستیم. دستور دادن که عنوان یک فقیه و مجتهد عمل کرد. روزی تلخی بود. خب بحث تمام. الان من به عرایض خود شروع میکنم. من فکر میکنم برادران مرا میشناسن، اما چون روش برمی شده که دوستا صحبت کنند، رشته و آینده خودم معرفی کنند، ما یک طلبه هستم، سطح خواندیم و تا حدود متول قوانین بارها درس گفتیم و تا کفایتین هم یکی 2 دفعه درس گفتیم و چند سال درس خارج رفتیم و یکی از طلاب فاضل در حوزه علمیه نجف و قم بود و حدود 10 جلد کتاب نوشته کردیم. 5-6 جلدش چاپ شده در عرصه های مختلف و چند جلد دیگه هم چاپ نشده. اهل فهم و دانش با وزن کتاب های ما آشنایی دارن. لازم نیست که من بگم کتاب های ما در چه سطحی بوده و در چی وزنی بوده. از اول تشکیل حرکت اسلامی تا امروزی که خدمت شما هستیم ثابت، پایدار، در برابر شما دروغ گفته نمیتونم و لازم هم نیست که دروغ بگیم. ثابت، پایدار، محکم در همه حوادث در حرکت اسلامی در کنار رهبر بودیم و یک روز هم انحرافی از مسیر حرکت اسلامی که مسیر تشیع و مسیر اسلام بوده و هست، الحمدلله که انحراف نکردیم و در تاریخ نزدیک 26 سال، چون در این نزده عمل کیمیایی حرکت 26 ساله میشه، در این تاریخ تا این تاریخ هست به حیث بعد از رهبر به حیث فرد اول حزب ایفای وظیفه کردیم یا به تعبیر دیگر به حیث فرد دوم حزب. مدت‌های مخفی که قرار نبود که شورای مرکزی و رئیس شورای مرکزی علنی شود و بعد هم مدت‌های علنی بود. در مجالس عمده در داخل کشور، در خارج کشور، با رهبران، با شخصیت‌ها سر و کله های زیاد زدیم، در محافل زیاد شرکت کردیم و خدا را شکرگزار هستیم که در هر مجلس محفل و در هر بحث و در هر دیالوگ هیچ وقت ضعف و ناتوانی از خود نشان ندادیم. در راستای هدایات رهبر و در راستای منافع تشیع و حرکت اسلامی موضع گرفتیم، موقف گرفتیم و در این راستا حرکت کردیم. و از لحاظ مسائل مدیریتی در حزب باز همه شما می‌دانید که در طول دوران جهاد و بعد از اون سهم عمده و بارزی داشت. مخصوصاً بعد از حکومت مجاهدین و سقوط حکومت کمونیستی
مسئله مالی تشکیلات بیشتر در اثر تب و تلاشی که انجام شد تامین شد. و من نمیگم که تنهایی کارا را ما انجام دادیم، قطعا همه برادران بودن با ما و با ما همکاری کردن و صحبت کردن، ولی همه دوستا شاهد هستند که به هر حال به این در و اون در چیزی پیدا میکردیم و با مجاهدین مصرف میکردیم. و در دورانی هم که در ایران بودیم و طالبان حکومت داشتند، در همونجا هم در تهران و قم هرچند مشکلات زیاد داشتیم ولی کمک مساعدت هیچ کسی پشت دروازه ما نیامد. بالاخره باید کمک مساعدتی بر نگشته باشه. و در این 2.5 سال اخیر که حرکت دوباره فعال شد، تا حدود 6 ماه پیش یک بخشی از کمک ها از طرف مقام معظم رهبری تامین میشد، ولی از 6 ماه به اون طرف اون کمک ها تامین نشد. و بخشی هم که تامین میشد من فکر میکنم حدود 1/3 کمک ها بود که حضرت رهبر میکردن و بقیه را ما تامین میکردیم. و بعد از 6 ماه که همونطور که ایشان هم فرمودن کمکی نکردن و به هر حال ما تامین کردیم. عوایدی بوده، سفری بوده، خرید سرخانی بوده، هرچی بوده به حساب شخصی تامین کردیم. و اما در مورد کاندیدا خدا را شاهد میگیرم که ما حاضر نبودم و چند دفعه با حضرت رهبرم صحبت کردیم. البته ایشان اختیار به خود ما گذاشتن که اختیار خودشون میخواهیم کاندید کنیم میخواهیم نکنیم، اما من با تردید بودم. ولی برادرایی که آمدن بعضا توسط تلفن، بعضا توسط مراجعه مستقیم بسیار اصرار کردن و ما هم مجبور شدیم و دلایلی که هست لازم نیست حالا وقتا میگذارن دلایلش ما نمیخواهیم صورت ما مجبور شدیم که این تقاضا را بپذیریم با این که مشکلات حزب ما میدانم، مشکلات فراوان است، اما خداوند خودش کمک کنند و انسان همت داشته باشد و با همت خود متکی باشد. و میخواستم در مورد رأی دادن و اینها هم صحبت کنم که حضرت رهبر به طور مفصل و عالی و عالمانه صحبت کردن. فقط یک تذکر میدیم و شما را به خدا هم سوگند میدیم که در رأی دادن خود برای من به هیچ وجه مسئله دوستی، رفاقت، سمت، منطقه، حب و بغضها اینها را در نظر نگیرید. شاید بعضی ها خیلی دوستنا باشند ولی وقتی تشخیص بدن که برادر عزیز و همسنگر عزیز ما جناب حجت الاسلام آقای هادی شایستگیش بیشتره، تقاضا میکنیم که به ایشان رأی کنیم. و کسانی که با ما مخالفند اگر واقعا احساس میکنن که فلانی شایستگیش بیشتره، حزب مثلا بهتر میتونه مدیریت کنه، مشکلاتش هم میتونه برطرف کنه، میتونه مسائل مالی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه قضایاش، اونایی که با ما مخالفن اونا مخالفت دلیل نشون که ما و شما در برابر خون شهدا قرار داریم. بنابراین ما تقاضایم اینه نیست که به هیچ وجه فعلا شما خود از همه چیز تخلیه کنید و فقط خدا را بالای سر ببینیم، آینده حرکت اسلامی و منافع ملی و اسلام و مذهب را در نظر بگیریم و فرد مورد دلخواه خود انتخاب کنیم و با اینکه ما عرض کردم که ما به شکل تقریبا اجباری به این صحنه کشانده شدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نه همینجا بتون آجا ما همینجا اگر مصلحت باشه همینجا بتیم بکنم تشکر میکنیم از صحبت‌های جناب محجت الاسلام آقای جاوید و بار دیگر برادران را به این مسئله توجه میدیم که انشاءالله در این صحبت کمال آرامش رعایت بفرمایند تا صحبت‌های جناب آقای هادی هم توجه لازم صورت بگیره و این عقل و خرد ما هست که سنجش بکنه و سنجش میکنه و تصمیم نهایی را در رای دادن بگیره. حال توجه عزیزان را به صحبت‌های جناب حجت الاسلام آقای هادی جلب می‌نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. نیاز به تکرار مسائلی که در اول صحبت برادر بسیار بزرگوار و گرانقدر ما جناب آقای استاد جاوید استادم نیست و ما از دیروز این اولین مجمع را مجمع شکست حرکت اسلامی نام ماندیم. دوستان میدانم من 7-8 ماه نگران و پریشان بودم و همیشه اظهار کردم به هیچ عنوان باور ما نبود که در زندگی ما چنین حادثه پیش بیاید. ما در وجود رهبر شریعت مبارزه را و جهاد میدانستیم و مردمی که به این حزب جان سپردن تعداد زیادی از دوستا شاهد است که وقت شهدای ما جان میدادن فقط آخرین حرفشی بود که سلام ما را به رهبر برسانید. و در حادثه پشاور یادم است که موتر رهبر انفجار کرد. ما با ولایات مختلف تماس گرفتیم. 3 روز همگی روزه داشتن برای سلامتیش. من نمیخوایم بگویم چی مصیبت عظما بود که بر حرکت اسلامی پیش آمد و من شخصا از ایشان در برابر تندی ها ناراحتی های خود معذرت میخوایم و امیدوارم ببخشم مرا. درباره ای که من خودم معرفی کنم، شاید اگر قدم بلند میشد من میتونستم دوستا را ببینم، دوستا مرا میدید که نیاز به معرفی نداره. سال 57 برای جهاد درس ترک کردیم و اولین بار مردم دعوت به جهاد کردیم و امکانات را در اختیار رهبر گذاشتیم، وارد کابل شدیم. 19 سال از عمرم گذشته بود. در داخل افغانستان در کنار دوستا و سنگرداران جهاد بودیم و افتخارم میکنم. من بیشتر از این سری مسئله نمیخوایم مطرح بکنم که ما چی کردیم و چی شده و چقدر مشکلات داشتیم. خیلی از خانواده‌های شهداست، خیلی از مسئولین جهاد است که بیشتر از من زحمت و تلخی ها را و مصیبت ها را چشیده. دیروز پافشاری بسیار جدی داشتیم که عنوان رهبری را در حزب نگذاریم. برنده رای نشدم. معتقد بودم که جای باید محفوظ باشه. به هر صورت دوستان به صلاح دانستم. فعلا ما 2-3 مورد میخوایم اشاره کنم. یک تقاضا در این لحظه از رهبر دارم که طبق فرمایش خودشان و وعده‌ای که دادن
4 بسو زمین برای حرکت اسلامی در کنار حوزه بده که رابطه حرکت و حوزه همیشه محفوظ باشه و دفتر حرکت اسلامی اونجا فعال شود. اما در رابطه رهبری حزب من شایستگی ندارم. حلال و حرام میفهمم و پابند هستم. چیزی را که من خود میبینم و این را به عنوان رسالت مطرح میکنم برای این نیست که من 4 سال یا چند سال رهبر حزب باشم. شاید توانایی جسمی من ایجاب نکنه، ولی در این لحظه حساس و این شرایط بسیار دشواری که خلاص و رهبر فاصله میگیره به عنوان رهبری حزب، من شاید تنها فرد باشم که بتونم حرکت اسلامی را جمع بکنم. حرکت اسلامی مجموعه نیست که در زیر همی سقف است. حرکت اسلامی در خارج است، در داخل است. تعداد زیادی از مجاهدین و مسئولین حرکت اسلامی متاسفانه رابطه ضعیف شده یا قطع شده و من این توانایی را به خود میبینم و برای همین هم این رسالت میدانم که بیایم خود کاندید بکنم و اگرم موفق شوم از همین مرامنامه حرکت اسلامی و همین عنوان حرکت اسلامی دفاع خواهد کردم و دلیل کاندید من همین است. ولی امیدوارم که برادرها در انتخاب خود، در رای دادن خودشون توجه بکنن. من کسی نیستم که برای برادرها خدای نخواسته مسائل تشریح بکنم. البته صحبت ها تاثیر خدا داره. من کسی هستم که نه جایی داشتم که با برادرها صحبت کنم، نه پای داشتم که پیش برادرها برم. ولی این انتخابی که خود برادرها میکنه، البته من آقای جاوید دانشمند میدانم، فاضل میدانم، استاد خود میدانم، ولی قطعا کار مرا آقای جاوید نمیتونه در جمع‌آوری حرکت اسلامی و افراد حرکت اسلامی و این یک چیز بسیار روشن است. لذا من بیشتر از این وقت برادرها و عزیزان خدا نمیگیرم. اگر کسی هم به من رأی نده به هیچ عنوان ناراحتم نمیشم. از آقایونی که آقای جاوید انتخاب کردن متصل پشت سر هم، از اینا واقعا تشکر میکنم. بر اساس شناختش است، بر اساس احساس مسئولیت است و به هر دلیلی که است. لذا من سلامتی همه شما را از خدا میخوایم. ما خود سرباز نمی خانواده میدانیم، سرباز رهبر میدانیم، چه در حرکت باشه چی نباشه، در هر جا باشه برای سلامتیش دعا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاص و تشکر از آقای حجت الاسلام آقای هادی. برادرها، یک نکته بسیار قابل تذکر است و خوب است که همه دوستان به او توجه کنند. وقتی که ما برگه‌های رای میخوایم توزیع کنیم، با کمال معذرت یک دستور آمرانه است از رئیس صاحب که به هیچ وجه کسی حق ورود و خروج نداره و حتی حق بلند شدن از جای خود نداره. رایی که رای گیری تمام میشه، رای‌ها خوانده میشه، بعد از نتیجه رای اعلام میشه. در این مدت مشوره و گفتگو معمولا با پهلو دستی و پشت سر و پیش رو، به نظر من این یک نوع اخلال است در جلسه و انشاءالله که نهایت ادب این هم جلسات موضوع رعایت بکنیم انشاءالله. که آقای رحمانی اول باید اعضا شمارش شود که اونایی که عضو نیان در همین کار میکنن، در همین خانه حضور دارن، اونا حق رای ندارن. باید اعضا شمارش بکنن، بر اساس همون تعداد باید کاغذ بیایی برای شما که بیشتر کاغذ نیایه. کارتا را دیده داریم. بله برادرها کارتای خود کاملا در دیپ بگذارن. اونایی که کارت گرفتن کارتشان مبین عضویتشان هستند تا یکی 2 نفر از دوستا که مأمور شمارش
افراد و اعضامیه اونا بدانند با کمال راحتی اعضا شمارش نه یعنی رای نگیره بله بله کارت درست بله آجا بله اونا برامون نامه بله من میدونم 3 نفر کارتشون در چند ماه کارتشون رو نامه داد بله من دیدم درست چند نامه داد نامه‌اش هست همه کسایی که در دروازه موظف است کجای رئیس از یک طرفی که از هر ردیف که توضیح میکنه میزنه که حسابم بکنه او آسان است بخاطر که جلوگیری از اتلاف وقت شد و برایشان کاغذ بدیم. ما از عده برادران که من کاغذ دادم به عنوان یا محافظ بودن یا به عنوان خبرنگار بودن، از اینا معذرت میخوام که برایشان کاغذ چی رایگیری داده نمیشود و برادران دیگر هم تقاضا نکنند طبقی که به ما دستور شورای اجرایی دستور دادن یا مقام بالای حزبی که ما برایشان کار صادر کردیم، اینا هم خدمت در تا حدی که من میشناسم حق رایگیری ندارن. کار به من دادم ما امیدوارم که برادرها هیچ گونه ناراحتی و آزردگی در بین نباشد. وظیفه شرعیه. امیدوارم که عزیزان در ظرف چند دقیقه که صحبت مقام معظم رهبری کراکشای دین دنیا همه ما و شما بود فراموش نشود دیگر. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. رأی سفید ممتنع. آقای هادی جاوید آقای جاوید آقای هادی آقای جعفر کم کمک بکن. آقای هادی آقای هادی جاوید آقای جاوید آقای جاوید آقای جاوید هادی یا جاوید یک رقم نوشته کنه که آقای جاوید جاوید هادی جاوید هادی جاوید
جاوید جاوید جاوید جاوید جاوید جاوید جاوید جاوید هادی هادی جاوید نهادی هادی ممتنع جاوید 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 هادی 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 جاوید جاوید جمله 775 جمله 775 5 ممتنع حالا بگید دو دفعه حساب کنیم که نه 107 یک 5 رای ممتنع 63 176 175 101 رو پس برگرده یک خود یکم آقای سری رای نداره چند میشن برادران لطفاً نصب جلسه رو رعایت فرمایید. رای ممتنع چند میشه نتیجه شمارش آرا این شد: جناب حجت الاسلام آقای هادی 63 رای و جناب حجت الاسلام آقای جاوید 108 رای. 108 توافق 108 رای جناب حجت الاسلام آقای جاوید، 63 رای جناب حجت الاسلام آقای هادی، 5 رای هم ممتنع. مجموعاً چند میشه؟ 176 رای. 176 آمار آقای محسنی که شمارش کردن 176 رای. والله خلاص بعد از رای رئیس صاحب می‌فرمایید اونا بعد از رای گیری آمدن. برادرایی که تازه آمده همونطوری که نبود مرکز بود دیگه میدیم دیگه شکرها گفت 5 نفر تازه آمده رای تمام شده بر فرض که اینا در یک طرف رای هم بیده چندان تاثیر نمیگذاره چرا
از آقای هادی 60 رای، از آقای 63 رای و از آقای جاوید 108 رای. اونا آمده یک 5 نفر اگر برفرض در یک طرف بده اگر که رای بده افشا بشه. مایی که بر رئیس صاحب مایی که بر من میده رئیس صاحب مایی که یک دقیقه بر من میده بسم الله الرحمن الرحیم. یک صلوات بگوین. من از همه برادرایی که در این محفل شرکت کردن تشکر میکنم و از کسایی که رای دادن تشکر میکنم و پیروزی را برای آقای جاوید تبریک میگم و از کسایی که به من رای داده جرأت کرده که در 20 سال بعد 20 سال یک نفر دیگر را انتخاب کردن بازم تشکر میکنم. دیگه این کار آسان نبود، کار بسیار مشکل بود. به هر صورت من امیدوار هستم که آقای جاوید با برنامه خوبش بتواند این حزب ادامه بده و رهبری کنه و کار بکنه و قضیه روشن بود انشالله. من دلم میخواست که یک تنوع باشه، گرچه دلم نمیخواست که آقای جاوید رهبر شود چون من خودم مستحق میدانستم ولی خوب برد دیگه. من از همه برادرها و اعضای هیئت رئیسه هم تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسم شروع کردن خیلی عالی صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. من نخست از برادر عزیز و معلول جهاد و شخصیت تلاشگر و شخصیت همسنگر 26 ساله ما جناب اسلام آقای هادی تشکر میکنم با اظهاراتی که الان داشتن و همچنین از همه برادرایی که در رأی شرکت کردن از همه اونها تشکر میکنم، چه اینکه با من رأی دادن چه با جناب آقای هادی رأی دادن و همونطور که حضرت رهبر گفتن پیشبرد حزب با یک فرد و با یک نفر نمیشه و یک مشارکت عمومی لازم داره که انشالله ما و شما در مجموع با همکاری های جناب حجت الاسلام آقای هادی و سایر برادران در پیشبرد امور تشکیلات مقدس حرکت اسلامی انشالله که تلاش کنیم و همه ما سهیم خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله. سپاس و تشکر از حضور گرم و دوستانه و صمیمانه همه برادران و همچنین تشکر از آقای هادی که با کمال متانت و بزرگی پیروزی آقای جاوید پذیرفتند و همچنین از آقای جاوید که با کمال ادب و متانت از همسنگر 26 ساله خود و درخشش بسیار عظیم یاد کردند و همچنین از همه شما حرکتی ها که آمدید و در یک فضای کاملا آزاد و دموکراتیک انتخاب خود کردید. انشاءالله که افغانستان که میره بر سوی یک توسعه سیاسی آرا و رأی ارزش واقعی خود پیدا کنه و همین جایگاه ها هست که جایگاه های تمرین هست و جایگاه هایی است که ما بدانیم که رأی یک فرد در یک نظام مردم سالار چقدر میتونه ارزش داشته باشه. تشکر از همه. بفرمایید. بله. طبق اجندای جلسه ما از دوستایی که برای معاونت اول رهبر کاندید دارن یا خودشان میخواین که خود کاندید کنن میخوایم که اونا اعلام کنن کاندیدشان
آقای رئیس، معاون اول رهبر که رئیس شورای مرکزی اگر امکانش باشه که 2 نفر کاندید شود به عنوان معاون اول و دوم که در یک مرحله خلاص ها نوشته کنند فلانی معاون اول فلانی معاون دوم، یا نه جدا جدا باشن؟ زیاد باشه. جدا باشه. جناب آقای خاوری صحبت دارن. بلندتر. آقای نگذار منتظر هستیم که دوستای دیگه کاندیدشان پیش بکنن. بفرمایید. تشکر. بنده آقای تقدسی را خوبه. از اینکه آقای نگذار واقعا که در طول جهاد در سنگر گرم سنگرهای سیاسی اشتراک داشته، واقعا که در بین شورای مرکزی باید حیثیت معاون را داشته باشه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای مختاری را رئیس معاون اول انتخاب. تشکر. آقای مختاری. آقای مختاری. تشکر. ما هم به نوبه خودمان آقای مختاری را در این معاون اول دوستای دیگه که غیر از آقای مختاری و آقای نگذار کاندید هستند بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاهد تحولات انقلاب در افغانستان هستیم و آقای هادی که معلولین انقلاب است و مستحق هم هستند باعث معاون اول تشکر از شما، بسیار تشکر، خیلی ممنون از کل برادران. نه من قصد ندارم کاندید کنم خدا. آقای هادی انصراف خود اعلام کردند. دوست دیگری که بخواین کسی دیگر را کاندید کنن هر چی سریعتر لطفاً. تعارف هم نداشته باشین، کاملا آزادانه. بله آقا آزاد. از طرف ما آقای شیخ مختاری باعث معاون اول یا رئیس شورای اجرایی شورای مرکزی. برادرها سکوت رعایت کنند. آقای دانش و جناب آقای کاظمی. از طرف من جناب آقای نگذار تشکر جناب آقای پویا. جناب آقای مختاری یک نامزد است. تشکر. جناب رئیسای کار کسی جدید برادرها توجه کنند. کسایی که میخواین کسی که میخواین غیر از آقای مختاری و آقای نگذار کاندید شود یا خودش هم میخواد کاندید کنه بفرمایید. خودش میگه سراغ داشت دیگه. اگه قبول داره جواب خوبه. آیا تخصصی خودت تشکر. تشکر. سعید یه نفر کمپاین. تشکر. بنابراین شما سکوت رعایت کنید، نظم رعایت کنید. متاسفانه کسی کم میشنوه و انتظاری است که ما به عظمت شهدا و محفل و مجلس و به خاطر اینکه به کارهای خود برسیم ما کاملا سکوت رعایت کنیم، نظم رعایت کنیم تا هدفی که داریم ان شاء الله دنبال و تعقیب و خاتمه پیدا بکنه. هر کی میشنه و عمل میکنه بر محمد و آل محمد بلند سلام.
بله حال اینک از جناب آقای نگزاد کاندید معاونت اول رهبر و دعوت میکنیم که برای مدت 10 دقیقه اجازه بدید. شما رئیس ما هستین یا آقای ناطقی؟ ایشان میگه 10 دقیقه برای مدت 10 دقیقه صحبت کنن، خود معرفی کنن، برنامه هایی که دارن، دیدگاه هایی که دارن ارائه بدن و بعد از اون به مدت 10 دقیقه جناب آقای مختاری نظرات و دیدگاه ها و آرایشان مطرح میکنن. انشاءالله که برادران در حین صحبت کمال توجه را داشته باشند، نه به جسم آقای نگزاد و آقای مختاری که به برنامه ها و اندیشه های اونا.